Assalomu alaykum rahmatulloh. Va alaykum assalom. Ya 3-4 savol ҳастам. Меёрдем ки студия дуромадан бисёр қинайда чанд рӯз мақсад ки интизор мешавем. Якум дар бораи закот. Мақсад ки мо як мошин овардем барои фурӯшӣ. Мақсад ҳам мошин то Тоҷикистон тақрибан 90,000 шид. Ва нархш дар бозор мисоли 90,000 боло мондеда. Мо ҳами закот 90,000 бутем ки ёки пули мондагӣ боре ки мо намедонем ин мошин мақсад чанд сум меравада? Мошин чанд сум меравадашо намедонед, лекин нархаша мондед ки масалан 120,000. Эҳтимол аст ки худатон медонед ки мисол 100,000 ба агар сахт маҷбур кунад метиҳам мегӯед. Эҳтимол аст ки 100,000 ба натиду 110,000 будед. Миёнаша ҳисоб мекунеду закота мебароред аз нархи фурӯш, на аз нархи харид. Барои он ки як рӯз мешавад ки шумо ин мошина мумкин ба 50,000 фурӯшид. خودتون با 90 خریدید مجبور شوید با 50 میفروختید شوید شریعت میگه که از 50 زکات فهمیدید برای همین نرخ فروش حساب میشه نه نرخ خرید این عادلانه هست حکمه با یک دیگه مثلا زکات که در راه اون مثلا چه میشه باشه نرخش نمیدونیم مثلا نرخ فروشش ها ماشینی که در راه هست و شما علاقه راه پولیش دادگی هستید ماشین خریدگی هستید و مالی شما هست و مال برای فروش است یعنی مالی که در سکلات هست مالی که مثلا از خطای بار کردید حالی نو بار کردن به کشتی یا به فوره ها و مالی شما هست و زکاتش حساب میکنید اینچنین قرضایی که در دستی مردم است در مدتی همین 1 سال باید تیان و هم حساب می‌کنید و هم مالی شما هست فقط اون قرضدارایی که ما بارها گفتیم قرضدارایی که از آنها بوی نجات نیست باوری ندارد که همه ها میتیان همین در به نزدیکی ها علاقه چند سال شده است قرض نمیتید یا صاحبش نیست یا گم شده است یا نمیتونید رویانیده اونها بله زکاتش الهیده حساب میکنید کی وقتی که اون قرض گرداندن بعد میتید اما این مال شما در راه هست و مال شما هست و هم حساب میکنید تقریبا نرخ فروشش به نرخ معتدل حساب میکنید یعنی که این ماشین از 100,000 تا 120,000 رفتنش ممکن 120 مشکل یعنی که شما میخواهید به 120 فروشید لیکن به این نرخ خریدنش مشکل است این غالبا به 110 108 109 میرد حسابی میانش میگیرید 109 حساب میکنید و زکات میبرید بعد این چیزا 109 حساب کردن یا 110 حساب کردن در زکات فرقی کلان بازی نمی کند نقشی کلان بازی نمی کند عمومی مالاتون اگر 100,000 دلار باشد 2,500 زکات میتید رفت و مالاتون 90,000 باشدم من مثال ما فرض کردیم مالاتون رازنیسش 92 شد 90,000 دلار مال دارید اگر کم حساب کنید مول حساب کنید بسیار حساب کنید 100,000 دلار شد از 90,000 2,250 دلار زکات میتید یعنی 250 دلار بازی میکند بنابراین کمتر زیادتر حساب کرده زکات برآوردن گیرید الله تعالی زیاد میکند مالاتون کم کم حرکت کنید کم حساب نکنید چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان زکات دهید که احظوا للفقراء جانبی فقیرهای به نظر گیرید هر چقدر حرکت کنید که به فقیرها خوب شود جانبی خودتون غالب نکنید فایده خودتون فکر نکنید هر چقدر همین خیل معامله کنید که مثلا ما اگر از طلا به نصاب طلا زکات بروریم برای کم بغلا فایده شای یا به نصاب نقره بروریم فایده شای به نصاب نقره برای نصاب زکات به نصاب طلا رسیدن مشکل است مثلا 4,000 دلار پول دار شد من تاجیکستان 36,000 دلار حساب 36,000 سامان حساب کردین مفتیات یعنی 36,000 پول دار شدن به همه آسانه لیکن 10,000 سامان دار شدن آسان یعنی که اگر به زکاتی به نصاب نقره حساب کنید به کم بغلا فایدهش بسیار است یا به نصاب طلا نصاب نقره کم است 500 دلار پول داشته باشد 12.5 دلار زکات میتید یعنی آدمی که 1,000 دلار دارد و هم زکات میتید بنابر به نصاب فضه یعنی نقره
$1000 کسی دارد $25 زکات میتید. $25 هیچ گپی نیست. در یک سال یک مرتبه اون وقتی که میبرورید اون حسیاتی که از شما لذتش میچشید چه خیلی خوب است وقتی که زکات میبرورید. $25 که شما هیچی نمیشید. یا عبیدی کردگیتون $100 میشد بعضی حالات ها. یک گیی یک اشتراف کنندگر یک $50-60 میشد. $25 زکات برورم خوب نبود میگوید. یا برادر قربانی میکنی، گفتم در اروپا سال 2023 بود، قربانی میکنی گفتم نه، گفت ولی استودنت مثال قربانی نمیکنم امسال. گفت بعد نماز عید خواندیم، بعد عید ماشین که می اومدیم که گی تلفن که قپید، اون تقریبا 200 چند یورو بود است. بعد وقتی که اشتراف گی اومده نویست، این برادر خودش به زبانش که پول قربانی رفت. گفت قربانی اونجا هنده $150 است، 150 یورو یک گوسفند امین 12 کیلویی یک ساله میتید، یعنی پول قربانی رفت. همین خیلی برادر، پول زکات، پول قربانی ما میگیم که شرایط هم وزنی است، بیا امسال نتیم از سال آینده میتیم، یک جای دیگه رو میبرود دلتون در میکند. شما وقتی که زکات میبرید دلتون در نمیکند، شما خرسند میشید، گناهاتون بخشیده میشد، مالتون برکت داده میشد. بنابراین برادرها کمتر زیادتر حساب کرده زکات های برآوردن گیریتون، از زکات ضرر نمیبینید. با گفتم که در ابتدای صحبت گوش کنتون یک بار نلاک ها قیاس کنیتون، خود امی رستماشکه هاتون این هم نلاک است یا نوعی ضریبه هست، رستماشکه که قیاس کنید چند فایز رستماشکه میکنید و شریعت بینید، بعد عدالتی شریعت، بعد به بزرگی شریعت دست بالا کنید. امی زکات روزی معین مثلا رمضان مو گرفتگیم معین است، مثلا روز معین کنیم که مثلا دهمی رمضان یا که اما خیلی در دوام مثال حساب کنیم در دوام ماه دادن گیریم. اگر زکاتتون بعدی رمضان بود و شما رمضان بگرفتید، در این حالت شما میتونید در مدت 30 روز یعنی زکاتتون رو تقسیم کردن گیرید. اما اگر زکاتتون از دهمی رمضان اون طرف قضا می شده باشد، برای تا دهمی رمضان باید تمام کنید. روزی زکات هر یک کس باید داند. برادر و خواهران عزیز، هر یک آدم باید روزی زکاتش داند که روزی دهمی رمضان زکات من قضا میشد، یعنی آخرین مهلت من 30 رمضان است یا 10 رمضان است یا رجب است یا شعبان 5 شعبان است. این آدم باید داند که تا همون روز زکاتش داده تمام کند.